امروز میخوام با هم دیگه بریم در مورد عجیب ترین، مرموز ترین و پر رمز و راز ترین پرونده های جنایی دنیا صحبت بکنیم. پرونده هایی که هنوز بازه و هیچ جواب قانع کننده ای برای هیچ کدومش وجود نداره. دوستای قشنگم سلام، خیلی خوشحالم توی کلیپ دیگه دوباره کنار هم هستیم که پرونده های جنایی رو با هم دیگه بررسی کنیم. 3 تا پرونده ای که امروز میخوام براتون تعریف کنم یکی از یکی عجیبتر و مرموزتر میشه. بهتون پیشنهاد میدم تا آخر کلیپ گوش کنید، چرا که داستان دوم و سوم حتی میتونه از اولی خیلی عجیبتر باشه. پرونده هامون انقدر پر رمز و راز و هیجان انگیزه که شماها باید به من بگید در موردشون چی فکر میکنید. این پرونده ها هنوز بازن و هیچ جواب قانع کننده ای براشون نیست. پس بیایید با هم دیگه فکر کنیم و ببینیم نتیجه گیری که میتونیم از این پرونده ها بکنیم به چه شکله. طبق روال همیشه‌مون باید بریم سراغ داستان سری قبل و بهتون بگم که از پرونده هایی که با هم دیگه بررسی کردیم کدومش حقیقت نداشت و کدومش کاملا واقعی بود. داستان سری قبل رو جوری ساختم که در مورد روز ولنتاین با هم دیگه صحبت کردیم. همونطور که توی کلیپ قبلی بهتون گفتم همیشه روز ولنتاین انقدر قشنگ و عاشقانه بوده برامون که شاید نتونیم باور کنیم، اما باید بهتون بگم که تمام داستان هایی که سری قبلی بهتون گفتم همشون حقیقت داره و پرونده هایی هستن که موجوده. این پرونده ها جزء غم انگیزترین پرونده های تاریخ بشریت هستن که همچنان میتونید در موردشون مطالعه کنید و اگر اطلاعات بیشتری از این پرونده ها به دست آوردید خیلی خوشحال میشم توی کامنت ها برامون بنویسید. اما بریم سراغ داستانای امروزمون. میخوام داستان امروز رو اینجوری با هم دیگه شروع کنیم. بریم سراغ یه هواپیمای مسافربری. $200,000 پول نقد داخل این هواپیما بوده. هیچ سقوطی اتفاق نمیفته. هیچ چتر نجاتی پیدا نکردن، هیچ جسدی هم نتونستن پیدا کنن، اما یه مرد کاملا ناپدید شده. چجوری؟ بریم با هم گوش کنیم و این شمایید که باید حدس بزنید پرونده واقعی رو براتون تعریف کردم یا جزء دست داستان‌های غیر واقعی مونه. یه مرد ناشناس، یه هواپیما، $200,000 پول نقد و یه چتر نجات، اما هیچ جسدی، هیچ سرنخی و هیچ اثری ازش پیدا نمی‌کنن. این داستان دیبی کوپره، مردی که به طرز عجیبی از آسمان ناپدید شد و هنوز هم یکی از بزرگترین معماهای جنایی تاریخ باقی مونده. آیا هنوزم زنده است؟ توی دل جنگل‌های تاریک سقوط کرده؟ یا شاید هنوزم بین ما داره زندگی میکنه؟ داستانشو کامل گوش کنید. روز 24 نوامبر 1971 درست قبل از روز شکرگزاری، مردی با ظاهری معمولی و کت و شلواری شیک وارد فرودگاه پورتلند شد. یه بلیت یه طرفه برای پرواز شماره 305 برای خط هوایی نورت وست خرید. مقصد سیاتل. یه پرواز کوتاه 30 دقیقه‌ای. اسمی که روی بلیتش نوشته شده بود دن کوپر بود. اما بعدها رسانه‌ها نامش رو اشتباه گزارش کردن و به دیبی کوپر معروف شد. نامی که تا امروز توی تاریخ ثبت شده. دیبی کوپر مردی حدوداً 40 ساله با عینک دودی و کیف دستی مشکی بود. آروم و خونسرد به نظر می رسید، اما هیچ کس نمیدونست که این مرد قراره تو کمتر از 1 ساعت یکی از عجیبترین پرونده های جنایی تاریخ رو رقم بزنه. چند دقیقه بعد از پرواز کوپر یادداشتی به دست مهماندار داد. مهماندار اولش فکر کرد که شاید یه یادداشت شماره تلفنه و بهش هیچ توجهی نکرد، اما کوپر آروم و با صدای جدی بهش گفت خانم بهتره که این نامه رو بخونی چون تو کیفم بمب دارم. مهماندار با دستای لرزون یادداشت رو باز میکنه. توش نوشته شده بود که یه بمب داره و خواسته هاشم مشخصه. $200,000 پول نقد میخواد، 4 چتر نجات و یه کامیون سوخت توی سیاتل تا هواپیما رو دوباره براش پر کنن. هیچکس نمیدونست آیا واقعا بمب توی کیفش داره یا نه، اما مهماندار نگاهی سریع انداخت و متوجه شد که یه سری سیم داخل کیفش داره خودنمایی میکنه. خلبان دستورای کوپر رو اجرا کرد و با برج مراقبت تماس گرفت. پلیس و FBI بلافاصله وارد عمل شدن، اما اونا هیچ راهی نداشتن جز اینکه خواسته هاش رو قبول کنن. هواپیما توی فرودگاه سیاتل فرود میاد. پول و چتر را تحویل داده شد و در عوض کوپر اجازه داد مسافرها پیاده بشن. حالا فقط 4 خدمه داخل هواپیما باقی مونده بودن، اما این پایان کار نبود. کوپر دستور داد که هواپیما دوباره پرواز کنه، این بار به سمت مکزیکو سیتی. اما نکته عجیبش این بود که اون مسیر دقیق پرواز رو هم تعیین می‌کرد. کمترین سرعت ممکن، ارتفاع کمتر از 3000 متری و فرود نیومدن تا دستور بعدی.
نیمه شب بود هنگامی که هواپیما از روی جنگل‌های تاریک ایالت واشنگتن عبور می‌کرد. کوپر کاری کرد که هیچ کس انتظارش رو نداشت. در عقب هواپیما رو باز کرد و با چتر نجات و کیفی پر از پول به دل تاریکی پرید. از اون لحظه به بعد دیبی کوپر هیچ وقت هیچ جا دیده نشد. FBI بلافاصله عملیات جستجو رو شروع کرد. اونا منطقه وسیعی از جنگل‌های شمال غربی آمریکا رو زیر پا گذاشتن، اما هیچ اثری از کوپر پیدا نمی‌کردن. نه جسدی، نه چتر نجاتی و نه حتی یه برگ اسکناس. چطور ممکنه یه مرد از ارتفاع 3000 متری در بین طوفان بپره و هیچ رد و اثری هم ازش وجود نداشته باشه؟ سالها گذشت و همچنان FBI به دنبال سرنخی بود، اما هیچ چیزی پیدا نمی‌کرد. تا اینکه سال 1980 یه پسر بچه که کنار رودخونه داشت بازی می‌کرد، مقداری اسکناس با شماره سریال‌های ثبت شده رو پیدا می‌کنه. اما باز هم هیچ اثری از خود کوپر نبود. تصور کنید یه خانواده با همدیگه یه شب داشتن شام می‌خوردن، همه چیز عادی بوده، هیچ کس هم به زور وارد خونه نشده. اما این پرونده این شکلی روایت میشه: قتل عام یک خانواده بدون هیچ سرنخی. چجوری کشته شدن؟ کی کشتشون؟ چرا کشتشون؟ معلوم نیست. خونه قدیمی تو دل فرانسه، خانواده‌ای که شب رو توی آرامش دارن به سر میبرن و صبح روز بعد همشون ناپدید شدن. در قفل بود، خونه کاملا مرتب بوده، غذای شام روی میز بود، اما ردی از زندگی توشون وجود نداشت. پلیس وقتی وارد خونه میشه با یه صحنه غیر قابل توضیح روبرو شد. یه صحنه که تا امروز هنوز هیچکس براش پاسخی پیدا نکرده. 21 ژانویه 2003 دوست خانواده بیوگراند پس از چند روز بیخبری تصمیم گرفت به خونه اونا سر بزنه. بارها زنگ زد، در زد، اما هیچ کس جوابی نمیداد. خونه کاملا بی صدا بود، اما نکته عجیبش اینجا بود که درها قفل بودن و ماشین خانواده توی پارکینگ بود. وقتی پلیس رسید در رو شکست، انتظار داشت که با یه صحنه سرقت روبرو بشه، اما چیزی که اونا دیدن به مراتب عجیب تر بود. وقتی پلیس وارد خونه شد، همه چیز مرتب و تمیز بود. میز شام چیده شده بود، انگار که خانواده هنوز سر میز بودن. تلویزیون روشن بود، اما کسی اونو تماشا نمی‌کرد. وسایل روی میز و دکوراسیون دقیقاً توی جای خودشون قرار داشتن، اما خانواده‌ای در کار نبود. پلیس خونه رو جستجو کرد و یه دفعه توی زیرزمین با 4 تا جسد روبرو میشه. اجساد پدر، مادر و 2 تا فرزنداشون بودن که به شکلی وحشتناک به قتل رسیده بودن. همه با شلیک گلوله کشته شده بودن، اما نکته عجیب اینجا بود که همسایه‌ها هیچ صدایی از شلیک نشنیده بودن. بدنها بدون هیچ نشونه‌ای از مقاومت پیدا شدن. پلیس شواهد رو بررسی میکنه، اما هیچ رد پایی از قاتل پیدا نمیکنن. در و قفل بودن، پنجره از داخل بسته بودن و هیچ کس چیزی ندیده بود. انگار که قاتل به طرز نامرئی وارد خونه میشه، قتل رو انجام میده و بدون گذاشتن هیچ اثری ناپدید میشه. تحقیقات پلیس روی یکی از اعضای خانواده متمرکز شد. پسر بزرگتر که توی شب حادثه خونه نبوده. مشکل اینجا بود که اون توی شهر دیگه زندگی میکرد و پلیس نمیتونست ثابت کنه که اون خونه برنگشته. هیچ سلاحی توی خونه پیدا نشد، هیچ مدرکی که نشون بده قاتل وجود نداشت و اون آزاد بود. اما پلیس هنوز بهش مشکوک بود. بعضیا معتقد بودن که این قتل‌ها برنامه‌ریزی شده بوده و قاتل می‌خواسته پیامی رو منتقل کنه. بعضیای دیگه هم گفتن که شاید خانواده درگیر یک ماجرای خطرناک شده بودن و چیزی رو نمیتونستن در موردش صحبت کنن. اما واقعیت هرچی که بود، قاتل هنوز آزاد بود. پرونده خانواده بیوگراند یکی از عجیب‌ترین و حل نشده ترین پرونده‌های فرانسه است. هیچ سرنخی از ورود قاتل به خونه وجود نداشت و هیچ کس صدای شلیک‌ها رو نشنیده بود و خانواده انگار به یک خواب ابدی فرو رفته بودند. یه روز سرد توی ساحل جسد مردی رو پیدا می‌کنن که هیچ مدرک شناسایی همراهش نبوده، کت شلوار شیک پوشیده بوده، لباسای آراسته، کراوات زده، خیلی شیک و تر و تمیز. هیچ آثار درگیری، دعوا یا حتی علت خاصی هم حتی واسه مرگش پیدا نکردن. اما این جسد توی ساحل رها شده بود و هیچ کس نمیدونست کیه، چجوری کشته شده. بریم پروندهش رو کامل با هم بررسی کنیم تا ببینیم به نظر شما چه اتفاقی واسش افتاده. یه صبح سرد توی ساحل جسد مردی ناشناس پیدا میشه. کت و شلوار شیک، کفشای براق، کراوات مرتب،
اما هیچ مدرک شناسایی، هیچ نشونی از مبارزه و هیچ علت مشخصی برای مرگ وجود نداشت. فقط یک کاغذ کوچیک توی جیبش پیدا میشه با 2 کلمه که هنوز هم یکی از بزرگترین معماهای جنایی دنیاست. توی اون برگه نوشته شده بود: تمام شد. یه رهگذر یه جسد کنار ساحل پیدا میکنه و داد میزنه: اینجا یه نفر افتاده، فکر کنم مرده باشه. اول دسامبر 1948 ساعت 6:30 صبح توی ساحل سامرتون استرالیا جسد یک مرد ناشناس رو پیدا میکنن. تو نگاه اول به نظر میرسید که خوابیده باشه، اما وقتی پلیس نزدیکش میشه مشخص میشه که دیگه زنده نیست. مردی حدوداً 40-50 ساله با کت و شلوار شیک، کراوات مرتب و کفشایی که انگار به تازگی واکس خورده بود. اما چیزی که همه رو شوکه کرد این بود که هیچ مدرک شناسایی همراهش نبود. کیف پول، کارت شناسایی، برچسب لباس، همه چیز عمدن حذف شده بود. انگار کسی نمیخواست هویتش فاش بشه. پلیس بررسی رو شروع میکنه. جسد هیچ نشونه‌ای از جراحت نداشت. انگار که به آرومی و بدون هیچ درگیری جون خودش رو از دست داده بود. اما یه چیزی عجیب بود. توی جیب مخفی شلوارش یه تیکه کاغذ کوچیک بود. فقط روش 2 کلمه نوشته شده بود: تمام شد. 2 کلمه که معنیش توی فارسی این بود، یعنی همه چیز تمام شده. این کاغذ از یک کتاب شعر به نام رباعیات خیام بریده شده بود. اما چرا؟ چه ارتباطی بین یه مرد ناشناس و یک کتاب شعر ایرانی وجود داشت؟ چند هفته بعد یه شهروند توی ماشین خودش نسخه‌ای از رباعیات خیام رو پیدا میکنه که توی صفحه‌هاش یه تیکه کاغذ بریده شده بود. یه پیام رمزگذاری شده یه عجیب وجود داشت. متن این رمز به این شکلی بود که توی تصویر دارید میبینید. هیچ کس هم نمیتونست معنی این حروف رو بفهمه. آیا یه پیام مخفی بود؟ یه رمز جاسوسی بود؟ نمیدونستن واقعا چی بود. پلیسا هیچی رو متوجه نشدن. همه چیز پیچیده تر شد. پلیس به بررسیاش ادامه داد و توی جیبای مرد چیزای عجیب تری پیدا کرد. یه شونه آمریکایی که توی استرالیا فروخته نمیشد. سیگارای یه برند گرون قیمت اما داخل پاکتی ارزون. بلیتی که هیچ وقت استفاده نشده بود. اما هنوز هیچ کس نمیدونست اون کیه، چرا مرده. پلیس تلاش کرد تا هویت مرد رو کشف کنه، اما یه زن زمانی که عکس جسد رو دید وحشت کرد و از حال رفت. این زن جسیکا تامسون یه پرستار بود که نزدیک محل پیدا شدن جسد زندگی می‌کرد. ادعا کرد که هرگز این مرد رو ندیده، اما رفتارش کاملا مشکوک بود. نکته عجیب ترش این بود که توی نسخه کتاب رباعیات خیامی که پلیس توی اون یکی ماشین پیدا کرده بود، شماره تلفن جسیکا تامسون روش نوشته شده بود. آیا یه رابطه مخفی بینشون وجود داشت؟ یا توی پرونده اون زن میتونه نقش مهمی داشته باشه؟ بعد از دهه‌ها تحقیق هنوز هیچ کس نمیدونه که این مرد کیه، اما چند تا نظریه وجود داره. نظریه اول، جاسوس بود. در دوران جنگ سرد عملیات جاسوسی زیادی در جریان بود. برخی معتقد بودند که مرد سامرتون یه جاسوسی بوده که به دلایلی کشته شده. پیام رمزگذاری شده ممکنه یک پیام سری اطلاعاتی بین خودشون بوده باشه. تئوری دوم، عاشق زنی بود که شاید نمیتونسته بهش برسه. برخی فکر میکنن که شاید عاشق جسیکا تامسون بود، اما به دلایلی نتونسته بهش برسه و تصمیم گرفته به زندگی خودش پایان بده. تئوری سوم، یه قربانی ناشناخته است. نظریه دیگه گفته که اون قربانی یک قتل خاموش بوده، کسی که نمیخواسته نامش فاش بشه و همه مدارکش رو از بین برده. اما واقعا هیچ کس نمیدونه که حقیقت ماجرا چی بوده. تو سال 2022 پس از 74 سال محققان بالاخره موفق شدند با استفاده از DNA و آزمایش‌های ژنتیکی هویت احتمالی مرد رو کشف کنند. طبق تحقیقات اسمش کارل چارلز وب بود، یه مهندس برق اهل ملبورن که توی اون زمان ناپدید شده بود، اما هنوز هم مشخص نیست چرا و چه جوری به سامرتون رفته و چه اتفاقی واقعا براش افتاده. هر 3 تا پرونده‌ای که امروز براتون تعریف کردم برای خودم خیلی عجیب بود و دوست دارم بدونم که به نظر شما کدومش عجیب‌تر از بقیه بود و فکر می‌کنید حقیقت داشتن پرونده‌های امشب یا میتونن جزء دسته پرونده‌های غیر واقعیمون باشن. خیلی خوشحال میشم اگر تازه به جمعمون اضافه شدی و با کانال تازه داری آشنا میشی، عضوی از خانواده ما باشی، سابسکرایب کنی کانالو و همیشه پیشمون بمونی تا ویدئوهای بیشتر برات آپلود بشه. و اگر جزء افرادی هستی که از قبل با من بودی، ممنون میشم که کلیپو مثل همیشه لایکش کنی و نظرت رو برام بنویسی، میخونم و از نظر تک تکتون انرژی میگیرم. خیلی دوستتون دارم. مرسی که تا اینجا مثل همیشه همراه من بودید. روز خوبی داشته باشید. تا کلیپ بعدی، خدافظ.